از خدا نمیترسه. اولادش کلمه را یاد نداره لکن کل رقص ها را یاد داره. دختره که خودش رقص یاد داره، گپای اون را یاد داره، کل چیزا را یاد داره. دیگه در جمله اینمی مائلات و ممیلات کسایی که در مسابقه های زیبایی اندام و زیبایی مثلا چیزا هست نه ملکه زیبایی و مثلا فلانی و گپا رو جور میکنن، اینا کلشان اعضای بدن خدا. این کلش مرض هایی است که از کافرها و بیدینا و مرضای کسایی که او کل زنایی که مبتلا به ایدز هستن کارا رو میکنن. اما ما شما یک مسلمان چرا این کارا بکنم؟ خب اشتراک در پارچه های تمثیلی برای زنهای مسلمان. برای یک زن مسلمان حق نیست که در پارچه تمثیلی که اعضای بدن خدا حرکت بده و فلانی کنه و در مقابل مردم چیز کنه و پدرش هم خوشحال است که دخترم $500 برش معاش میره. خدا تباید کنه تو بی غیرته. دیگه علامت اینمی زنهای دوزخی چی است؟ که میگه موهایشان مثل کوهانهای شتر است. بخت مائله یک قسم از شترهای بود که یک قسم کوهانهایی داشت که تا وقتی که میره خودم این کوهان حرکت میکرد. حالا همین خانم هایی که موهای خود در روی بازار تو را شکل دادن میگردن و سرایشون کلان کردن، من فکر میکنم ولی زنا چقدر کلای کټه کټه دارن از مردا کردن، خبر نه که او جور کردن قدر از لنگی موم کردن چیزهای از او کلان شدن. اینا هم در جمله اینمی زنهای دوزخی شامل میشن که در مقابل مردهای نامحرم سرای خود شکل میدن یا قسم موهای خود تونی میدن و باز در مقابل مردهای نامحرم ظاهر میشن. چی کلانکاری کردین؟ ما خیلی سال امروز کلانکاری کردیم. ما خود زندگی خود نمیخوایم کلانکاری بکنیم. با خدا از کلتان کردم من بیچاره و ناتوان هستم. هر وقت برای خدا برای من دعا بکنین. اگه کدام درس استفاده کردین فقط در غیاب یک دعا بکنین. بگید خدای مستعانم ببخشید. وعده است ان شاء الله. نه در غیاب. نکنین. هر کس نکنه گردنش بسته. چرا که وعده کردین باز روز قیامت. این دعایی که تونم خدا در حق با خود قبول کرد. ایناره باز خدا چوب گرفتم که خدایا من به خدا یا غرور کنم یا تکبر عالمی گپارم من چطور کنم. اینمی چیز خواندم مسئولیت فکر میکنم الخی که نگویم چطور کنم. باز نمیمانه. نه استاد حالا بگو که چی میشه. همین خانم من چی شد که یک مجرایی داد؟ گفتیم بیا در جان آخر نشده. گفتیم بیا خیر از بگیر قدر پاس دادم میره تو بگی یک شوت کو دیگه. دقیقا پاس دیگه یک شوت هم که نمیره. گفتیم بر از او خود چیز شوه یا نشه او را بان خدا پیشانی تو تاپه دوسی بیغیرتی زده میشه. اک و پک مان دیگه. آخرم جا کسی که بود گفت من گفتم که تصاد غرض نگید. خب من گفتم که غرض نگید. آن گرفتی. گفتم که نکن. گفت مکن تا نکنم. این یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس. المخ بسیاری وقتا خدا چپ میگیریم. چپ میگیریم. میفهمیم که یک نفر است در بیدینی و گمراهی بیخی جایزه گرفته قابل اصلاح نیست. تیر خدا میره دلت خلاص. اگر تو آدم ها را که میبینی چطور خدایا دیگه تو ببخش بگویش در مقابل تو قدم میگیره. آیات قرآن بخونی در مقابل تو قدم میگیره. حدیث پیغمبر رو ببین که رسول خدای گپ میذاره. تو به خدا میخیل سب امی کلماتی حدیثی که خانم احادیث پیغمبر است گردن ما بسته که اگر من یک کلمه را از دل خود بگم کل گپش من امروز که قاریز علاقه‌مند بودم که بیایم درس تجوید یاد بگیرم دیدم که درس خودم مانده تا که درس خودم تکمیل کردم گفتم برو خیر از قاری صاحبشان برن که من این درس امروز کلش گپایی که از نظریات علما و تو هر کدامش که بخوایم از صفحه به صفحه از شرح نووی است و شرحایی که سر بخاری مسلم شریف نوشته شده و احادیثی که مثلا شرح مشکات المصابیح هست شرح ریاض الصالحین است اینا میاره من کشیدم یک هیچ گپ من نیست برادر ما علمیت نداریم که بگیم ما عالم هستیم ما عالم خاک هستیم عالم نیستیم ما لکن چی میکنیم فقط اینم قدر است که اونم 4 کلمه عربی رو یاد گرفتیم میریم اونجا میپالم اونم رو جور میگیم ترتیب کرده میایم براتون تشریح میکنیم اینجا کلش گپای علما هست که درباره از این نظر دادن. این حالا در جمله مائلات و ممیلات کسان داخل میشن که میرقصن هر کسی که بود پیش روی هر کس که رقصید میلان میکنه اعضای بدن خود حرکت میده. دیگر در جمله مائلات و ممیلات زنهای مائلات و ممیلات تلویزیونایی هستن که بر مردم رقص یاد میدن. خدای پاک کسایی که این پروگرام ها را و خوشحال است و رقص های زنهای رقاصه را نشر میکنه الهی در روز قیامت کت گوگوش و پریسا مرسل نشر کنی.
الهی کت اون دو را که مردم ما را میخوان که رقصای این دو را یاد بگیرید، خدایا کت اون دو همونجا حجرش کنی که مردم کلش تباه کردن، کل جوانای ما را، اطفال ما را کلشون از بین بردن. خدایا پدرایی که بر اولادای خود رقص چالان میکنه و قرار سن 6 دانه خود شور میدن، خدای پاک او را هم یا هدایت کنه، اگر هدایتش نمیکنه مثل قارون واره غرقش کنه. دیگه خود چیز نمان، از خدا نمیترسه. اولادش کلمه را یاد نداره لکن کل رقص ها را یاد داره. دختره که خودش رقص یاد داره، گپای اون دو را یاد داره، کل چیزا را یاد داره. و اون روز یک بی غیرت برای ما میگه استاد مثلا در تلویزیون اندرتیکر است، مثلا فلانی سینا است، فلانی است، یا میرن در تلویزیون میمونن خانم های ما اینجا پیشروی از 6 تا همین تلویزیون با هفتم خود تو بی غیرت نمان فرند در تلویزیون که اون چیزا را چالان کنی. گل کو حالا خدا میداره که نوکری کی هست. خدا هم که بر از او از کجا پیسه میاره که مردم افغانستان گمراه و بیراه بسازه. او خدا هم از کجا برش سیروم چکک میرسه. تو از خدا بترس. تو چرا گوش ندوز میشی؟ گفتی ملا صاحب تو چرا خانم اولادت پیشروی شوترا رو چالان میکنی؟ بند کن. دیگه در جمله اینمی مائلات و ممیلات، کسایی که در مسابقه های زیبایی اندام و زیبایی مثلا چیزا هستن، ملکه زیبایی و مثلا فلانی و گپا رو جور میکنن، اینا کلشان اعضای بدن خودن. این کلش مرض هایی است که از کافرا و بیدینا و مرضای کسایی که کل زنایی که مبتلا به ایدز هستن این کارا رو میکنن. اما ما شما یک مسلمان چرا این کارا بکنن؟ خب اشتراک در پارچه‌های تمثیلی برای زن‌های مسلمان. برای یک زن مسلمان حق نیست که در تو پارچه تمثیلی که اعضای بدن خود حرکت بده و فلانی کنه و در مقابل مردم چیز کنه و پدرش هم خوشحال است که دخترم $500 برش ماش میره. خدا تباید کنه تو بی غیرته. رؤوسهن که اسنمة البخت المائله. دیگه علامت اینمی زنهای دوزخی چی است؟ که میگه موهایشان مثل کوهانهای شتر است. بخت مائله یک قسم از شترهای بود که یک قسم کوهانهایی داشت که تا وقتی که میرفت خودم کوهان حرکت میکرد. حالا همین خانم هایی که موهای خود در روی بازار را شکل دادن میگردن و سرایشان کلان کلان، من فکر میکنم ولی زنا چقدر کلای کتا کتا دارن از مردا کردن، خبر نه که اون جور کردن قدر از لنگی موم کردن چیزای از او کلان شدن. اینا هم در جمله اینمی زنهای دوزخی شامل میشن که در مقابل مردهای نامحرم سرای خود شکل میدن یا یک قسم مویای خود تونی میدن و باز در مقابل مردهای نامحرم ظاهر میشن. خب شاید بعضی ها پرسان بکنن خب در اینجا آخرش چی میگن؟ آخرش پیغمبر صلی الله علیه و آله یک